سلام، من امیرم و این اولین قسمت از پادکست سفر منه. این اپیزود واسه خودم یکی از مهمترین اپیزودهاست، چون که قراره بی سر و صدا زندگی و مسیر زندگی بعضیامون رو تغییر بده. تو این ویدیو با من تا انتها همراه باشین، نه فقط برای ویدیو بلکه برای اینکه شاید این ویدیو بتونه تاثیر زیادی رو روی دیدگاه شما و تفکراتتون بذاره. تو سال 1401 بود که تصمیم گرفتم واسه سازمان تیزهوشان بخونم و تو آزمونش شرکت کنم. خب من توی مدرسه روستایی محروم تو استان کرمانشاه بودم و یه جورایی قبول تو آزمون تیزهوشان خیلی غیر ممکن به نظر میومد، چون که مثلا تو کل استان کرمانشاه تمامی مدارس تیزهوشان که 3-4 تایی بودن کلا شاید 30 نفر دانش آموز رو وارد خودشون میکردن تو پایه دهم، چون بیشترشون دانش آموزایی بودن که پایه ششم قبول شده بودن و اونا مستقیم وارد میشدن و دانش آموزای جدید باید آزمون میدادن و من یه دانش آموز جدید بودم و باید آزمون میدادن تا وارد میشدم. و خب اغلب اون دانش آموزایی که وارد این مدارس میشن به امکانات خیلی خاص آموزشی دسترسی دارن، کلاس‌های خصوصی، آزمون و این جور چیزا، ولی من خب به هیچ کدوم از اینا دسترسی نداشتم و حتی معلمایی که تو روستا داشتیم معلمای چندان سطح بالایی نبودن و تو سطح خاصی درس نمیدادن که کافی باشه برای ورودی به این مدارس. و خب این رویا تقریبا واسه من خیلی ممکن بود، ولی واقعا یه رویا بود که هر وقت بهش فکر میکردم خیلی دلم میخواست که بهش برسم و این رو میگفتم باید قبول بشم، ولی از طرفی میدونستم که قبول نمیشم و خب تلاش کردم، ادامه دادم و در نهایت تونستم که واقعا قبول بشم. یعنی توی منطقه ما یه مدرسه بود، البته توی شهرستان ما، و این یه مدرسه فقط 4 دانش آموز جدید میگرفت و 26 تا از پایه 9 وارد میشدن و من جز این 4 نفر بودم و حتی نفر اول بودم و حتی با توجه به این سری گفته ها من تونسته بودم نفر دوم رو توی کل استان کرمانشاه کسب کنم. منی که مثلا توی روستا درس خونده بودم این رو حتی قبولیش هم باور نمی‌کردم، چه برسه به اینکه نفر دوم تو کل استان کرمانشاه بشم. و خب در نهایت به رویایی که می‌خواستم رسیدم، رویایی که واقعا عاشقش بودم. اما من اینجا نیومدم در مورد رمز و راز موفقیت و نمیدونم اینکه چطوری موفق بشیم باهاتون صحبت کنم، بلکه اومدم یه سوال ازتون بپرسم که چرا میخواید موفق بشید؟ واقعا دلیلتون از موفق شدن و اینکه موفقیت رو میخواید چیه؟ لزوما تایید بقیه است یا لزوما اینه که به جایی برسید که بقیه بهتون افتخار کنن یا چنین چیزهایی؟ چون من در واقع یکی از اهدافی که داشتم برای قبول تیزهوشان این بود که به خودم و آدمای اطرافم ثابت کنم که یه آدم باهوشم، ثابت کنم که من یه آدم ارزشمندم و اون موقع احساس بی‌ارزشی میکردم تا حدودی و میخواستم که آدم ارزشمندی به حساب بیام و آدم مهمی به حساب بیام. ولی خب وقتی هم که بهش رسیدم این صدایی که میگفت تو بی‌ارزشی و تو کافی نیستی خاموش نشد، بلکه حتی شدیدتر شد و چنگ زد به اهداف بزرگتری برای اینکه به خودم و به بقیه ثابت کنم که باهوشم. و مثلا میگفتم باید نفر اول المپیاد مثلا فیزیک بشم یا نفر اول کنکور بشم و اهداف دیگه‌ای که واسه اینکه رضایت بقیه رو به دست بیارم و جلب توجه کنم. ولی این در واقع چاهی بود که بعد موفقیتش افتادم که خیلی عذابم داد و در واقع هدف من این نیست که بگم لزوما این موفقیت بده، بلکه این موفقیت حتی خوبه، چون مثلا باعث شد من وارد یک مدرسه بهتر بشم که دانش آموزای بهتری داشت، با آدمای بهتری آشنا شدم، با معلمای بهتری آشنا شدم، با افرادی آشنا شدم که کتابخون بودن، با سواد بودن و خیلی چیزای دیگه و خیلی چیز به زندگیم اضافه شد این موقعیت جدید، هرچند اون چیزی نبود که می‌خواستم، ولی خب واقعا تجربه‌ای که طی این چند سال تو مدرسه تیزهوشان به دست آوردم خیلی فراتر از درس و تحصیل اینجور چیزا بود و واقعا برام ارزشمنده و با هیچ مقدار پول یا موفقیت حاضر نیستم اون رو عوض کنم. ولی خب اگه هدف من که تایید بقیه و جلب محبت بقیه بود، در واقع نتونستم اونطور که میخواستم بهش برسم. بعد یه مدت فراموش شدم. اولش که خبر قبولی اومد توی آموزش پرورش معلم‌ها همه بهم تبریک میگفتن، همه تشویقم میکردن و میگفتم وای تو چقدر باهوشی، تو چقدر نابغه بودی، ما نمیدونستیم اینجور چیزا و اون تأییدی رو که میخواستم دریافت کرده بودم، اون محبت رو دریافت کرده بودم. ولی بعد یه مدت واقعا همه چی عادی شد میدونید و اتفاقی افتاد این بود که من دیگه یه جوری نسبت به درس خوندنم حتی سر شدم،
چون من فکر میکردم واقعا بعد رسیدن به یه هدفی به این بزرگی دیگه من یه اعتماد به نفس خیلی زیاد دارم، حس میکنم کاملم، حس میکنم هیچی نیست، ولی همچنان یه حس ناکافی ناکافی بودن درون من بود که بهم میگفت من ناکافیم و من آدم کافی نیستم و یه جورایی یه نقصی درونم هست، انگار من احمق به نظر میام و باید من کاری میکردم که باهوش به نظر بیام واسه اینکه اینو جبران کنم. این صدا مدام توی ذهنم میگفت که تو احمقی، تو کافی نیستی، ولی خب من میخواستم کاری که بکنم این بود که یکم مهم به نظر بیام یا باهوش، ولی خب تهش نتونستم و تهش هدف بعدی این شد که رتبه یک کنکور به دست بیارم واسه اینکه به خودم اثبات کنم و خب تو این مسیر کلی سختی کشیدم و اتفاقا به دستش هم نیاوردم. و بحث بعدی که میخوام اینو بگم، اگه ترس شما از موفق نشدنه، یعنی شما میترسید که وقتی موفق نشید بقیه بهتون نخندن یا مثلا بقیه بهتون بخندن، ببخشید، یا مثلا اینکه حس میکنید اگه موفق نشید ناکافی هستید یا ناقص هستید و به خاطر این هاست و به خاطر این دلایلی که میدید و موفق میشید و دنبال موفقیت میگردید، راستش چیزی که من فهمیدم اینه که این صدا که میگه تو بی‌ارزشی و تو اگه موفق نشی بدبختی هیچ وقت خاموش نمیشه و همواره وجود خواهد داشت. شاید به روش دیگه‌ای حذف بشه، شاید به روش دیگه‌ای کنار بده، ولی با موفقیت فقط شدیدتر میشه. و بحث بعدی که هست اینه که توی جامعه ما حداقل تو واسه بیشترمون اینطوری بوده شرایط زندگیمون که بر اساس اینکه چقدر به استانداردهای بقیه برسیم بهمون پاداش و جایزه میدادن. مثلا توی مدرسه بر اساس اینکه چقدر نمره خوب میگرفتیم بهمون پاداش میدادن و تشویقمون میکردن. بر اساس اینکه ما چقدر بتونیم آنچه که بقیه میخوان رو برآورده کنیم، نه اون چیزی که خودمون میخوایم. و باید برای رسیدن به خواستهای بقیه که به ما تحمیل کرده بودن تلاش میکردیم. البته نگیم تحمیل کرده بودن، بعضی وقتا ما این خواستهای خودمون هم بود، نه اینکه لزوما به ما تحمیل شده باشه، ولی هیچ وقت به ما یاد ندادن که خودمون کی هستیم، خودمون هم یه سری خواسته داریم و بعضی وقتا باید به جای اینکه فقط بریم سراغ خواستهای بقیه، گاهی باید خودمون رو پیدا کنیم و بریم سراغ بعضی خواستهای خودمون، حتی اگه مثلا نشه که کل عمرمون رو بریزیم پاشون، کل زمان رو بریزیم و این کار رو بکنیم، حتی شاید زمان خیلی اندکی در طول روز و یا هفته ما این کارا رو انجام میدیم، کارهایی که واقعا خودمون عاشقشونیم، کارهایی که خودمون تاییدشون میکنیم نه بقیه، کارهایی که خودمون به خودمون اجازه میدیم انجامشون بدیم و دوستشون داریم نه بقیه. این کارا در واقع به ما اجازه داده نشده تو جامعه ما که انجامشون بدیم و بریم سراغشون، چون که ما باید یه جورایی اول اولویت اولیمون خواسته های بقیه بود و اولویت دوممون خواسته های خودمون و یه جورایی ما کم کم اینقدر درگیر و مشغول برآورد کردن خواسته های بقیه و کسب تایید بقیه شد که خودمون رو فراموش کردیم. من نمیگم تایید بقیه بده، اتفاقا خوب هم هست و چیزی که همه انسان ها بر اساس برگشت چیزی که ازش لذت میبرن، ولی اگه ما خیلی درگیرش بدیم همونطور که گفتم خودمون رو گم میکنیم، خواسته های خودمون که اگه بهشون رسیدن که نه، اگه خواسته های خودمون سبک زندگی دلخواه خودمون رو زندگی کنیم، در واقع چیزی که واقعا برای ما شادی و رضایت میاره، چیزی که ما به عنوان اینکه فکر میکنیم تایید بقیه برای ما شادی و رضایت میاره و اگه شادی بی‌نهایتی برای ما میاره، واقعا من بهش رسیدم. یعنی اون همه موفقیت بزرگی قرار بود من تو چشم همه یه آدم ارزشمند بکنه، بهش رسیدم، ولی خب فقط یه هفته تقریبا یا 2 هفته طول کشید میزان شادی که من داشتم و بعدش همه چی عالی شد و اون شادی و رضایت زیاد از بین رفت و بعدش یک هدف بزرگ دیگه که بهش برسم تا خودم رو دوباره اثبات کنم و ارزشمند نشون بدم. ولی وقتی که ما زمانهای اندکی حتی برای خواسته‌های واقعیمون و آنچه که از ته دلمون دوست داریم زمان میذاریم، خیلی بهتره و خیلی احساس رضایت و شادی بیشتری رو در زندگیمون میکنیم. پس بعضی وقتا خوبه به خودمون فرصت بدیم که اون بخشای از وجودمون رو که میخوان ابراز بشن و به نحوی میخوان که زندگی کنن، بهشون اجازه بدیم که زندگی کنن و دنبال اجازه بقیه نباشیم لزوما واسه دنبال کردن رویاهامون. من نمیگم همین کارتون رو رها کنید و برید دنبال رویاهاتون و از این دو شعار یعنی بشید،
بلکه میخوام بگم ما نباید خودمون رو فراموش کنیم. شاید زندگی واقعا سخته، بعضی وقتا مجبوریم کارهایی رو انجام بدیم که اصلا دوستشون نداریم واسه پول یا واسه درآمد، ولی در این بین حواسمون به اون خواسته هایی که از ته دلمون هستن و اون آرزوهایی که داریم باشه و بعضی وقتا زمان کوتاهی رو حتی شده بهشون بپردازیم. و دوستان اگه از این سبک ویدیوها خوشتون اومد و این ویدیو تونست به شما کمک کنه یا دیدگاهتون رو بهتر کنه، ممنون میشم که ویدیومو لایک کنید و من رو دنبال کنید و این زنگوله کنار هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی ارسال کردم به یوتیوب شما ازش باخبر بشید. ممنون میشم ازم حمایت کنید با همین لایک و فالو کردنتون یا کامنت گذاشتنتون.